من وجود اونا رو بیشتر وقتا توی تنهایی هم حس می‌کنم. یهو داری راه میری یکی هستی هنوزم که هنوزه جنا تو اون خونه دارن زندگی میکنن. ممکنه یه گربه ببینی اما جن باشه، ممکنه یه سگم ببینی اونم جن باشه. وقتی یه جایی میخواد خراب بشه جنا بزنه به کوب رو میرسه. مامان من امروز توی حیات یه گربه سیاه دیدم، خیلی ازش نترس دختر گلم، نترس شیرین زبونم، نباید به اینا نزدیک بشی، باید خیلی مواظب باشی. مگه حیوانات مهربون نیستن؟ چرا فرشته مهربون من، حیوونا خیلی مهربونن، اما باید خیلی مواظب باشی که نزدیک گربه‌های سیاه نشی. ممکنه یه گربه سیاه ببینی ولی گربه نباشه. یعنی چی؟ بزرگ شدی میفهمی دختر خوشگلم. اینا همه جا حضور دارن. شاید اینجا باشن، درست کنار من، کنار تو. هر وقت ترسیدی چشماتو شهباز آشپزخونه صدای ظرف پاهای کوتاه گردی در شایی ساز. چه کار باید میکردم؟ صدا اومد ترسیدم. خوبی؟ چی شده؟ وای چی میگه؟ ترسیدم صدای گربه اومد عدسم افتاد شکست. آخه صدای گربه ترس داره، نگاه کن. قربونت بشم، برو بشین تا لیوان آب واسط بیارم. این دیگه کیه؟ برو ببین کیه داره زنگ میزنه. بله کیه؟ کیه؟ سهیل کی بود؟ نمیدونم، انقدر جواب ندادیم که رفت.
داری گریه میکنی؟ به خاطر صدای گربه؟ قربون چشمات بشم گریه نکن. بس کن بارها به گفتم این خونه لعنت شومه. تلت شد از این روی همون موقع میفهمیده که آینه عروس مدیری افتاد و شکست. وای مرجان از دست تو بس دیگه. این خرافات مسخره رو تمومش کن. از لحظه که ما پامون رو گذاشتیم توی خونه تو سنگ کار این داستان رو تعریف کردی. تو این افکار منفی کم کم داره منو میترسونه. آخه این چه منطقیه تو داری؟ آخه قربونت بشم دورت بگردم، شکستن آینه چه ربطی به شوم بودن خونه داره؟ اصلا کی میتونه ما رو طلسم کنه؟ مرجان قربونت بشم ما خودمون عالم و آدم رو طلسم میکنیم، مثل اینکه مثلا ما شما رو طلسم کردیم دیگه. جون من بخند، انقدر سخت نگیر، جون من بخند، مرگ من بخند. میخوای بخندی رود نمیشه، جون من بخند. آها 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 آها. یه امروزی تعطیلی با اگه گذاشتی بخوابیم. بله کیه؟ Where I'm going, you can't follow. What I've got to do, you can't be any part of. Ilsa, I'm no good at being noble, but it doesn't take much to see that the problems of three little people don't amount to a hill of beans in this crazy world. Someday you'll understand that. Now. He's looking at you, kid. جانم عشقم. یا سهیل به نظر تو یعنی واقعا کسی پیدا میشه اینجوری عاشق باشه؟ آره عشقم.
واقعا؟ بله یه نمونش من. آقامونو باش میشه بگی چطوری؟ آره عزیزم، همین که پول آب و گاز و برق و تلفن و کرایه خونه و خرج مخارج خونه و شارژ ساختمون و اینو بخر، اینو ببر، این کارو کن، این کار نکن، این بیاد، اون بره. از همه مهمتر تحمل طاقت فرسای تو، پذیرفتن تو این همه بدبختی، یعنی عاشقتم. سوی به خدا من تو این دفعه میکشم. باشه تسلیم، آرامش خودت حفظ کن. تو ناراحتی نداری که. تو مطمئنی دوره کسی زندگی نمی‌کنه؟ سوهیل امروز خیلی ممنوز شدی ها. نه ولی واقعا بسه دیگه بسه ساکت شو دارم بهت میگم آروم باش خفه شو مرجان با تو هم یه لحظه به حرفای من گوش بده. مرجان چی رو میخوای توضیح بدی ها؟ چی رو؟ نکنه اتفاقای امشبم خرافاتای من بوده. من دیگه یه لحظه هم توی خونه زندگی نمی‌کنم. عزیزم خانومم اگه حرف من غیر منطقی بود اصلا خودم لباساتو جمع میکنم. یه لحظه به من گوش بده. بارها دارم بهت میگم یه چیزی توی این خونه هست که نمیخواد ما آسایش داشته باشیم. میفهمی؟ نمیخواد. مرجان کجا؟ مرجان تو هم سای باره کنار میخوام برم. مرجان عزیزم برم یه لحظه برفای من گوش بده. مرجان با تو هم چرا قد بزرگش میکنی؟ من بزرگش میکنم
آره من بزرگش. ببین مرجان داری اشتباه میکنی. ببین سایل اونی که درست میکنه. ببین سایل اونی که اشتباه میکنه تویی نه من. بارها تو این گونه متوجه اتفاقی اتم نیستی. بس دیگه تو خودت شاهد بودی چه اتفاقی افتاد. جان عزیزم به حرفای من گوش بده، یه لحظه گوش بده، من این داستان لعنتی رو درستش میکنم. بس دیگه آروم باش، این اتفاق امکان داره توی هر خونه‌ای بیفته. نمیخوام آروم باشم، نمیخوام آروم باشم. آقا رو باش میگه تو هر خونه‌ای ممکن اتفاق بیفته. چه اتفاقی ها؟ چه اتفاقی؟ اون از صدای عجیب غریب تعاقب اون بس داره گفتی و هزار گفت و مرز دیگه که تو این خونه اتفاق میفته. تو هم شایدشونی. مرجان پنجره باز بود، باد پیچید در بست. طبقه بالام امکان داره مستاجر اومده باشه. انقدر سر صدا کردم من چه میدونم. لسته لعنتی این اتفاق افتاد. بس کن دیگه. مثلا تو تحصیل کردی این مملکتی. اصلا خونه رو عوض میکنم. خوبه؟ آره خونه رو عوض میکنم. قول میدم یه خونه دیگه پیدا کنم. خوبه؟ فقط تو رو خدا آروم باش مرجان. با تو هم آروم باش. بشین، خواهش میکنم بشین، یه لحظه بشین تا یه لیوان آب واسط بیارم. هر چی تو بگی. بیا این لیوان آبو بخور. خودتو ناراحت نکن عزیزم.